امروز شما مشخصا به آقای تاج گفتین اگه نمیتونی من به آقای تاج همین الانم میگم که آقای تاج پارسال ما به خاطر اینکه به اصطلاح اتفاقی نیفته دندون رو جگر گذاشتیم. آقای تاج توی مدیریت شما داره این اتفاقات میفته. توی مدیریت شما به ترکا دارن فوش میدن. توی مدیریت شما دارن به بازیکنان ما دارن فوش میدن. خب همین الانم میگم آقای تاج نمیتونی برو و الا من از تیمو میکشم بیرون. من از لیگ ببینید ما حیثیتمون خیلی بالاتر از یه فوتباله که بیایم بگیم به اصطلاح فوتبال. من اجازه نمیدم کسی از این سوء استفاده کنه. دارن سوء استفاده میکنن که صدای ما رو در بیارن. خب من تیمو میکشم بیرون تا به اصطلاح این اتفاق نیفته. من به خاطر ایران بازم میگم به خاطر ایران، به خاطر اینکه کسی به ترکا توهین نکنه، خب که باعث تفرقه نشه، راحت تیمو میکشم بیرون از لیگ که آقایون راحت برن به اصطلاح بازیاشون انجام بدن.